رابطه شما. رادیو همراه، بفرمایید. سلام دکتر، خسته نباشید. سلام عزیز، بفرمایید. آقای دکتر، می‌خواستم این مسئله باتون در میون بذارم. مطمئنا خیلی راجبش این گفتن، اما خب بازم من هنوز این مشکل دارم. من این مشکل دارم، یعنی از اون موقع که یادم میاد، همون سن بچگی تا الان هنوز همراهمه. آقای دکتر، من شدیداً تنبلم، اصلا یه چیز عجیب غریب، واقعا نمی‌دونم باش چی کار کنم. آخه این برچسب به یه نصب کنه. این برچسب برخی از وقت اصلا معنی نداره، یه حق بازی آدمه تنبله که اونو بهانه کنه برای که کار نکنه. برای که ببین نه اینجوری نیست به خدا. نه همینجوری هست به خدا. ببین عزیز، دو تا مسئله است. یه زمانی است که آدما انرژی کم و زیادی دارن. یه آدمای پر انرژی هستن، یه آدمای کم انرژی. اونو میتونم بفهمم. و بنابراین یه آدم هستن که به این راحتی ها خسته نمیشن، حرکت بیشتر رو از بچگی هم پیداست. اونو میتونم بفهم. تنبلی معناش دو چیزه، یکی نداشتن انگیزه است، یکی گم و گیج بودنه. انگیزه چرا من شما نداریم؟ برای اینکه اونقدر محتاج نیستیم. همینطوری که تنبلی اگر فکر بکنی آسیب سنگین میبینی و شدید میشه، پامشی را میفت. حالا من بگو تنبلی سر چه چیزایی داری تو؟ خب الان همین مثلا من همین سر چیزای اساسی هم باز همونم. مثلا اگه حتی واسه کارم که باشه، امروز صحبت میکنم میگم مثلا اطلاعات خودتو بفرست، من شاید 2 روز بعدش بفرستم، با اینکه میدونم خیلی حیاتی و اساسیه. حالا نصب کن، تو الان بهت گفتن اطلاعاتت رو که مهمه بفرست، چرا میگی برای بعد؟ خب همین مثلا نشستم، مثلا اصلا نمیتونم، یعنی اصلا نمیرم اونجا پای کامپیوتر بشینم انجام بدم. نه آخه ببین عزیزم، به تنبلی ارتباطی نداره. ای بسا کاری رو میکنی که از اون انرژی و وقت بیشتری میبره. نه، ماجرای تنبلی نیست. ماجرای این است که تو یه مفهومی از زمان رو داری که اون مفهوم غلطه. مثل که فرض کن آدم فکر کنه دقیقه مثلا 20 دقیقه است، یا فکر کنه اصلا دقیقه شاید اندازه‌اش فرق بکنه. یه دقیقه است ولی مثلا 3 دقیقه 3 برابری نیست، مثلا 18 برابر. تو یه به هم ریختگی ذهنی اونجا داری و بعدم به دلیل نگاه و باوری است که به مسئله زمان داری. این حرفی که تو میزنی، من به تو اینو بگم، بیش از 70-80% مردم دنیا کار رو به آینده موکول میکنن. به همینجاست که من توی یه گفتگوی مانند تو حرفم اینه که اصلا فردایی و وقت دیگری وجود نداره. کاری رو که باید بکنی و الان وقتشو داری بکنی و بکن و خودتو خلاص کن. فقط وقتشو داری. حتی اگر این کار رو قرار فردا انجام بدی. گفتم تو الان به من بگو سفارش منو برای که 6 ماه دیگه میخوام برم یه جایی، سفارش منو به یک کس بکن. میگم الان این آدم رو بگیر باش حرف بزن. من هرگز نمیگم ما 6 ماه وقت داریم، بذار اون موقع زنگ بزنیم. من اگر تو خونه دارم حرکت میکنم و فکر کنم باید یه چیزی رو، مثل همین امروز یه چیزی رو باید با خودم ببرم، آوردم برداشتم گذاشتم یه جایی که کلید منو فرض کن بقیه اطلاعاتی که با همیشه با خودم از جو آخر کار میبرم گذاشتم اونجا، اینو گذاشتم روش، برام با خودم آوردم. الان رفتم، هرگز به خودم نگفتم یادت باشه بری اینو برداری ببری. من هرگز این کارو نمیکنم، برای که نمیخوام مثلا انرژی ما برای صرف اون کار کنم، برای که نمیخوام مسئله نگرانی برای خودم بوجام، برای که نمیخوام یادم بره بعدن احساس بدی بکنم. مسئله تو ماجرای وقت و زمان عزیز. من به همین جاست که حرفم اینه که اگر منظورت اینه که من فهمت در که درستی از وقت و زمان دقیقاً الان من فکر کنم 2-3 تا کنفرانس من در اروپا، مخصوصاً به دلیل شرایط خاص اروپا، به خاطر تفاوتایی که وجود داره با یه جامعه مانند امریکا که من متوجه شدم، الان گذاشتم مدیریت وقت برای مبارزه با یا برای روبرو شدن با موضوع اضطراب، استرس و وسواس یا یه چیز دیگه. حتی عنوان 3 ساعت کنفرانس برش گذاشتم، به دلیل اینکه همین حرفی که تو میزنی مسئله تو نیست عزیز. من CD استرس رو و راز و رمز موفقیت رو، یه بخشن استرس رو، حرف من اینه که تمام استرس و اضطراب ما از بین میره اگر ما تایم منیجمنت داشته باشیم، یعنی با مفهوم زمان به درستی برخورد کنیم. برای که ما گیر و گرفتاریایی داریم. زمان بیرون 24 ساعت است، زمان مغزی ما 25 ساعت است. ما معمولا نمیدونیم هر کارمون چقدر وقت میبره.
اینو نمیدونیم. بعضی از ما کاملا متوجه گذشته زمانیم، دقیقه ها رو حس میکنیم. بعضی از ما متوجه گذشته زمان نیستیم، ساعت رو هم متوجه نمیشیم. بسیاری از ما از کودکی یاد گرفتیم همه زندگی تحمیله و بنابراین هر چه میشه اون کاری که بهت میگن حتی وقتی خودت میگه نباید انجام بدی. اما بزرگترین مسئله و مشکل مردمان اینه که به دلیل اینکه پدر و مادر برخورد درستی در 5 سال اول باشون نداشتن، به این واقعیت و حقیقت بسیار مهم و اساسی که سلامت روانی و خوشبختی و موفقیت ما مربوط به اوست آشنا شدن که امروز عین فردا و هفته دیگه و ماه دیگه و سال دیگه است. امروز عین فرداست، امروز عین 3 ماه دیگه است. وقتی این رو با تمام وجود در ذهن ما به عنوان مفهوم وقت و زمان که مفهوم ذهنیه داشته باشیم، درد امروز مساوی میشه با درد فردا و لذت امروز مساوی میشه با لذت فردا. روز باعث تحریک این اگه آدم به این نتیجه برسه، به این درک برسه، باعث میشه که مثلا ما کارو بریم انجام بدیم، یعنی باعث چیزی که تحریک میشه، باعث تحریک. اصلا موضوع اصلی و اساسی این عزیز، حتی ببین همینجا دلت میخواد یه نتیجه ای رو بگیری با سرعت ولی بعداً بذاریش کنار. دقیقاً بحثم اینه. من دارم به تو میگم سلامتت، خوشبختیت و موفقیت به این عامل مرتبطه که بگی امروز مساوی با فردا. استدلال تو اصلا این نیست. تو معتقدی امروز مهمتر از فرداست. روزی گفتی امروز مهمتر از فرداست، پس ما لذت امروز رو میبریم. مثل من به تو بگم یه دلاریه یا یه یورویه که امروز میشه باشه یه چیز خرید، فردا با 2 یورو بدی اونو بخری. خب معلومه من امروز میدم اونو میخرم، برای که امروز با ارزش تره. تو یه ذهنی داری که میگه امروز مهمتر از فرداست، امروز مهمتر از یه هفته دیگه است. همینجا گرفتاری است و به همین جهت است. مگه امروز نیست که آینده ما رو میسازه، فردا ما رو بهتر میکنه؟ اصلا این مزخرفات چیه؟ این درست نیست. اصلا پرت و پلا چه ارتباطی با هم داره عزیز؟ این چه استدلالیه؟ همینجا بازیه. همینجا بازیه. ماجرا این اساسا از این فکر در، برای که معلومه من اصلا قبول ندارم بحث تنبلی رو. من با بارها با آدم‌ها صحبت کردم، گفتم کم بود و اضافه داشتن انرژی رو میفهمم، ولی خارج از اون نه. فقط ماجرا اینه که یه جایی تو سیستم ما اشتباهه و غالب اوقات مسئله وقته. به همین جاست که وقتی که من قراره درد امروز رو مساوی با درد فردا بکشم، خب امروز درد رو میکشم خلاص میشم، برای که درد فردا علاوه بر اینکه فردا درد خودشو داره عین امروز تمام روز به من فشار میاره و درد آوره. بنابراین باید شرشو کند وقتی حتمی و قطعیه. تو باور نداری که این درد فرداست و باور نداری که این درد مثل امروزه. به همین جاست که آدما وقتی میخوان درس بخونن اینو هی به تأخیر میندازن، میخوان یه کاری بکنن اون رو به تأخیر میاندازن، در حالی که از این نظر اصلا فردایی وجود نداره. و به همین دلیل است که بحث من همیشه این بوده. مثالی هم که زدم همیشه مثالم این بوده. به تو 700 صفحه کتاب میدم برای 7 روز، میگه هفته 100 صفحه. فردا صبح بلند میشیم میگی حالا امروز رو میریم میگردیم 6 تا 120 صفحه میخونیم، تازه 20 صفحه هم اضافه میاد. فردا بلند میشیم میگه من که می‌خواستم 120 صفحه بخونم 5 تا 140 صفحه میخونم. فردا هم میریم میگردی. روز بعد برمیگردی میگه که من که میخواستم 150 ببینم این چقدر صفحه است واقعا، نه این 600 صفحه است. 4 تا 150 میخونم برای که عکس داره پاورقی داره. روز بعد برمیگره میگه من 3 تا 200 صفحه میخونم. روز بعد بلند میشه میگه من که میخواستم 3 تا 200 صفحه بخونم 2 تا 300 صفحه میخونم. نه همش حقوق بازیه. اینا تمام کلک حقوق بازی و دروغه. یعنی من با این کار الان 5 روز عقب انداختم درس خوندنم، در حالی که آدم سالم 4 روز اول 5 روز اول کتاب میخونه، 2 روز آخر باش راحت، رنجشو کم میکنه، لذتشو بیشتر میکنه. به همین جاست که شما چه راه حلی پیشنهاد میکنید؟ راه حلی چی؟ راه حل اینه که روی این موضوع باید کار کرد و پاش ایستاد. این داستان که تو ذهنت داری که امروز مهمتر از فرداست موضوع غلط و اشتباهیه. به همین جاست که باورها و یا پیشنهاداتی که دمیر و غنیمت است و امروز خوش باش و فردا که خبردار و چو فردا شد، اینا حرفای مزخرف غلط ویرانگر از پادر آورنده آدمه. به همین جهت است که از نظر من یه مریضیه یا اینکه مثلا یه دیس اوردر چیه؟ من هیچ مریضی و دیس اوردر نیست. یه مغزی که به بیراه رفته. یه مغزی است که فرضش بر این بوده که مثلا اگر قهر کنی به هدفت میرسی
یا با وانمود کردن رنج دیگران رو با آنچه که تو میخوای وادار میکنه. یه برداشت غلطی از موضوع ها. علتش هم اینه که اگر پدر و مادری در 14 ماه اول احتیاج کودک رو بلافاصله برآورده کنن، immediately، بین 14 تا 24 هر چه زودتر، ولی بین 2 سال تا 5 سال هر وقت بچه چیزی خواست باید بهش بگن صبر کن. هر چه خواست، حتی قلم و کاغذ خواست، صبر کن من یه تلفنی به دایی بکنم بعد بهت میدم. روزی که این کار کردیم مغز یاد میگیره که درد و امروز بکشه، لذت و فردا ببره، و اون چیزی که بهش میگن دیلی گراتیفیکیشن، به تأخیر انداختن لذت و پاداش اتفاق میفته. و این تنها موضوع. من باید همین کارو بکنم اگه من بخوام به خودم عادت بدم. هیچ خد نه، حالا وارد اون بحث نمیشه. نه، حرف این است که من هر وقت برنامه داری که باید 5 روز دیگه انجام بدی، به خودت میگی میدونم 5 روز دیگه است ولی من میخوام 3 روزه تمومش کنم. پاش محکم بایستی. معلومه بعد از مدت عادت میشه. به همینجاست که من تو عمرم هیچ وقت نه نگران شب امتحان بودم، نه هیچ وقت دیر بودم. با وجود حجم کار فراوانی که دارم نه اضطراب دارم نه استرس دارم. دلیل ندارم، کارا رو انجام میدم، کارو کوششم میکنم، شد نشد، ولی به فردا موکول نمیکنم. چون فردا شود فکر فردا کنیم، این حرفا ویرانگره. بنابراین مواظب خود باش. و اگر CD استرس رو بشنوی، بیش از هر CD دیگه میتونه کمک کنه. 4 ساعته به تو میگه که در حقیقت تایم منیجمنت چه معنایی داره و چه نقشی داره در پایین آوردن اضطراب و در حقیقت نصف کردن استرس یا فشار روانی اجتماعی. ولی خوشحال شدم